نحمد و نصلی علی رسوله الکریم. دوستان با خبرن و از بنده تقاضا کردن به نسبت این مطالبی که در پیج شما و در کانال شما به نسبت پیج تقدیر یک و آخوند تماچ این روزها ظاهرا بحث این بزرگواران خیلی داغه، علت جویا شدن که حافظ صاحب موضوع چیه، موضوع از چه قراره. بله، بزرگوارانی از منطقه آقلا آخوند تماچ صاحب حوزه هستند و پسر ایشون مولا عمر نامی به تازگی ما شنیدیم که حافظ قرآن شده، الله متعال را عامل به قرآن بگردانه، از شاگردان استاد محترم جلال قاری و آخوند نیک نهاد متاسفانه در پیج و کانال خودشون پست هایی را گذاشتن که در اونها نسبت به ما اهانت کردن و این پست هم به زبان فارسی هم بوده و با این ایده و این منهج که ما میخواهیم به دیگران وهابیت را معرفی بکنیم، متاسفانه بنابر تحقیق ناقص خودشون هر کسی را که در مقابل اینها قرار بگیره اون را وهابی میدانند، از جمله متاسفانه بنده و اساتید بنده و اون اشخاصی که از طرف بلوچستان و خراسان و این اطراف خواندن آمدن، همه اینها را در کامنت های خود و در پیج و پست های خود متاسفانه از مبلغین وهابیت و از مبلغین عقاید افراطی فلان و فلان و بلکه از روندگان راه شیطان متاسفانه معرفی کرده و بر همین مبنا بنده مجبور شدم که از شخصیت دینی خودم دفاع بکنم. اگر مسئله شخصی بود، صرفا به خود من به نسبت مسائل شخصی خود بنده تهمتی میزدن، حرفی میزدن، بدگویی میکردن، خب این بحثش جدا بود دیگه، معاف کردن دیگه کار مشکلی برای ما نبود. اما چون که وجهه دینی ما را، این منهجی را که ما بر مبنای اهل سنت و الجماعت مذهب حنفی در جهان داریم تبلیغ میکنیم، متاسفانه با شبهات واهی به تهمت آلوده کرده، ما مجبور شدیم که از خودمون دفاع بکنیم. بله همینطوره، موضوع دیگری نیست و این هم دوستان در مد نظر شما باشه که بنده مبلغ هیچ نوع عقیده ای از نزد خود نیستم. بنده اهل سنتم، بنده مذهب حنفی هستم. هر عقیده و هر عملی که در مذهب حنفی ثابت باشه اون عقیده من هست و اون عمل من هست. بنده از چیزایی به نام وهابیت و از متسلفیت و از غیر مقلدیت از همون اول من بیزار بودم. کتاب بنده را بریم بخونین، 50% در مقابل غیر مقلدینه. پیج بنده، کانال بنده، واتساپ بنده، آپارات بنده، در یوتیوب، در فیسبوک، تمام در چندین سال بنده دارم به خاطر رضایت الله متعال تبلیغ دین میکنم. برین پیج ها را ببینین، کانال ها را ببینین، پست ها را ببینین که در همه اینها بنده در مقابل وهابیت وایستادم. وهابیت چیزی نیست که ما اون را قبول داشته باشیم، اما وهابیتی که ما در مقابل اون در ترکمنستان باز زدن نوار تکفیری ها به پا خواستیم و حتی آنها را به مناظره خواستیم، وهابیتی که ما میشناسیم اونا توسل را قبول ندارن. وهابیتی که ما میشناسیم اونا تکفیری، دیگران تکفیر میکنن. وهابیتی که ما میشناسیم اینها 20 رکعت تراویح را قبول ندارن. وهابیتی که ما میشناسیم به نسبت اجماع و عمل کردن به اجماع صحابه و امت اسلام مشکل دارن. وهابیتی که ما میشناسیم اصلا مذهب را قبول ندارن. وهابیتی که ما میشناسیم اصلا تصوف را قبول ندارن، حالی که همه این گونه موارد بر طبق مبنای اهل سنت و الجماعت و بر طبق مبنای مذهب حنفی ما چیزی است که قبول داریم. حرف من نیست، چیزی است که بنده در کتاب خودم این را مکتوب کردم. اما متاسفانه این پدر و پسر پا به پای هم متاسفانه با شعار شناخت وهابیت و با این مبنا که میخوایم ما وهابیت را به مردم بشناسیم، متاسفانه هر آنچه را که بر خلاف خودشون، بر خلاف مرامشون، بر خلاف تحقیق خودشون باشه، اینها آمدن و این را به نام وهابیت نامگذاری کردن. و ما اهل سنت و الجماعت بنابر قانون جمهوری اسلامی ایران، بنابر ماده 12 و 13 ما در بیان عقاید خودمون ما آزادیم و ما هرگز نخواستیم که به چنین کارهای ما خودم دست بزنم. من هیچ وقت شروع کننده نبودم. همیشه خود اینها متاسفانه با یک سری تهمت‌های ما را متاسفانه در جامعه متهم میکنن و ما مجبوراً از خودمون با ادب احترام ما دفاع میکنیم.
القابی که این حضرات به نسبت به ما به کار میبرن قابل شنیدن نیست. رونده راه شیطان، مبلغ عقاید افراطی فلان و فلان، این مسائل متاسفانه منهج اینها قرار گرفته و ما اگر جوابی هم دادیم همیشه با ادب و احترام و این گونه موارد بوده. لذا صحبت خلاصه همینه که این عزیزان ما متاسفانه بنابر عدم تحقیق در مذهب حنفی هر آنچه را که برخلاف خودشون باشین را وهابی میدانند و متاسفانه ما را به همین متهم کردن و در همین پست هایی که شما این روزها میبینید که به نام جوابی پیج تقدیر یک و آخوند توماج هست، همه مباحث ما به خاطر نفی تهمت از خودمون هست، مسئله دیگر نیست. الله انتظار به همه توفیق بده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.